سلام تماشابینان ارجمند. امروز جمعه 7 اکتبر است. من خیرامان بقازاده نشر امروزه اخبار آزادی رو تقدیم شما میکنم. حالا سرخط موضوع ها. بیانیه دیپلمات قرغیز درباره امامعلی رحمان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان را عصبانی کرد. سفیر قرغیزستان را به وزارت خوانده رسما اعتراض کردند. جنگ به اساس روسیه در اوکراین خانه‌های تاجیکان را هم نگران و غمزده کرده است. خبرها از سفر برشوی تاجیکستانی ها هم تصدیق می شوند. کوچه لنین اسماعیل سامانی یا دیگر در یک روستای سوخت بحثی سر تغییر اسم کوچه به نام داهی پرولتاریات داغ می شود. فکری خودی ما همی که نام علیش کردن چی لازم موا؟ آجنده کوچه نامش ایواز کنه. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با سفیر قرغیزستان در دوشنبه در رابطه با اظهار نظر یک منصبدار قرغیز نوت اعتراضی سپرده است. از این پیشتر سخنگوی وزارت کارهای خارجه قرغیزستان در شرح با نام جایزه گناهگاران را یافت به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تقدیم شدن اردن برای خدمت شایسته به وطن را از جانب پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تنقید کرده است. دیپلمات‌های تاجیک این شرح را اظهارات پست خوانده و آن را بیانگر نبود فرهنگ سیاسی و اخلاق عادی دیپلماتی نامیدند. در مناقشه خونین 14 تا 17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. جانب‌ها همدیگر را در تجاوز به قلمرو یکدیگر گناهکار کردند. ضمناً پس از مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که از دو طرف دهها کشته و زخمی به جای گذاشت، پارلمان قرغیزستان طرح قانون را بررسی کرد که تشکیل گروه‌های مسلح اختیاریان در دهات مرزی را پیش بینی می‌کند. اختیاریان در حالت‌های سر زدن نزاع به مرزبانان کمک خواهند کرد و کارشناسان در تاجیکستان می‌گویند که این کار می‌تواند باعث خونریزی بیشتر شود. گزارش زرنگیزی نوروز شاه در این باره است. در قرغیزستان مسئله موبیلیزاسیا یا بسیجی خواهشمندان به منطقه‌های مرزی را بررسی دارند. در صورت قبول تغییرات به قانون، شهروندان می توانند به گروه‌های اختیاریان در دهات نزد مرزی پیوسته سلاح به دست بگیرند. به گفته مؤلفان طرح، در صورت حمله به قرغیزستان، اختیاریان هم به مرزبانان کمک می کنند. ما مردان 60 و 65 ساله داریم که شکارچی خیلی خوب هستند و مردان زیادی دیگری هم هست که میخواهند از وطن حمایت کنند. به آنها باید امکانیت داد. برای عضویت در گروه‌های اختیاری خواهشمند باید بالغ و مقیم ولایت‌های بادکند و آش باشد. تا حال حاضر در قرغیزستان سلاح آتشفشان تنها به آنها داده میشد که 5 سال به یگان قانون شکنی سلاح شکاری استفاده بردند. مؤلفان قانون نو می‌خواهند دادن سلاح به اختیاریان را آسان کنند و به آنها یکباره سلاح جنگی داده شود. اما این معنای آن را ندارد که یکباره به همه سلاح داده می شود. ترتیب عملی شوی آن را باید وکالتدار نهاد دیوان وزیران تنظیم کند. برخی از کارشناسان قرغیز میگویند این کار خطر هم دارد. طبق قانون‌های بین‌المللی این کار خوب نیست. ما دولت دموکراتی هستیم. تشکیل چنین گروه‌های نیمه‌نظامی به منفعت ما نیست. باید احتیاط کرد. در همه منطقه‌ها نباید چنین گروه‌ها تشکیل شود. تنها 2 یا 3 گروه و همه تحت نظارت باید باشد. بحث دادن سلاح به دست شهروندان عادی و سفربرسازی آنها به منطقه‌های مرزی در پارلمان قرغیزستان در حالی است که در پی مناقشه اخیر خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رهبران کمیته‌های امنیت دو کشور سر میز مذاکرات نشسته به موافقه رسیده بودند تا مشکلات مرزی را با راه گفت و شنید بدون استفاده اسلحه جنگی حل کنند. مخالفان دادن سلاح به اختیاریان میگویند این کار میتواند سبب خشونت و خونریزی زیاد در مرز شود. حجت‌های پارلمان قبول کند که اونها برای منبت هم معتدل گشتن وضعیت برای پایدار کردن دوستی روانه شده باشند، نه برای سلاح نشوی. هر گونه مسلح شوی در مرز خطر زیاد دارد. مقامات تاجیک با پیشنهاد تشکیل اختیاریان و مسلح شوی خواهشمندان در قرغیزستان واکنش ندادند. همچنین خبری نیست که بعد از این حادثه ها جانب تاجیکستان برای تحکیم مرز چه اقدامی روی دست گرفته است.
با گفته یک منبع در مقامات با وکیلان پارلمان اجازه نشده است که این مسئله را در جلسه شورا بررسی کنند. در همین حال ساکنان نزد مرزی تاجیکستان از آماده باش نظامی مردم همسایه کشور قرقیزستان نگران هستند. با ادامه جنگ در اوکراین، گزارش‌ها درباره سفربر کردن تاجیکان و دیگر زادگان آسیای مرکزی به این جنگ زیادتر می‌شود. بعد فرمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درباره سفربری ایلوگی به ارتش روسیه و از جمله جنگ با اوکراین، ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زنند که نشان می‌دهند چگونه یک مادر تاجیک پسرش را به جنگ اوکراین گسیل می‌کند. گزارشی را در این باره میرزا نبی خالقزاد دارد. این صدای ظاهراً دو زنی تاجیک است که با نزدیکانشان خداحافظی می‌کنند. اصلا در این نوار تخمیناً 30 مردی را می‌توان دید که اکثراً به زادگان آسیای مرکزی و یا مناطق جنوبی روسیه شباهت دارند. در همین حال تلگرام کانال استراژنا نووستی که این نوار را اولین شده نشر کرده است اصرار می‌ورزد که در آن سفربری مهاجران از آسیای مرکزی به عملیات نظامی در اوکراین ثبت شده است. در نوار دیگر در شبکه تیک تاک زن با زبان آمیخته تاجیک و روسی با مرد با نام سید شاه صحبت می کند. مؤلف این کانال یوسوپووا 999 که اساساً درباره پخت و پز نوارها نشر می‌کند، دیرتر شرح داد که در نوار سفربری برادرش به عملیات نظامی در اوکراین ثبت شده است. تا زمانی که به خود انسان ربط نگیرد کس نمی‌فهمد که چی روی داد. جگرپوره‌ات را میبرند و نمیدونی که به کجا. کسی نمیدوند که با او چی اتفاق میافتد. از صبح به خود آمده نمیتوانم. نفرانی را دعوت میکنند که الکی خدمت کردند. آنهایی را که خدمت نکردند نمیدونم. معلوم شد که 5 سپتامبر برادرم از حق بیرون شدن از روسیه محروم شده است. او 12 سپتامبر بلیط سفر به تاجیکستان داشت. یعنی همه چیز پیشکی طرح‌ریزی شده بود. Все запланировано, оказывается, было. در یک نوار دیگر که بعداً در کانال استراژنا نووستی نشر شد، زنان با اشک در چشمانشان مردان جوانتر از 30 ساله را که به زبان تاجیکی صحبت می‌کنند ظاهراً به ارتش گسیل می‌کنند. تا اعلان موبیلیزاسیون در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نوارهای سرشمار اشتراک زادگان تاجیکستان در جنگ‌های اوکراین نشر شده بودند. کارشناسان ساحه مهاجرت میگویند سبب اساسی چنین حال موجودیت موافقت دوشهروندی میان روسیه و تاجیکستان است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه در 5 سال اخیر نزدیک به 200,000 تاجیکستانی صاحب شهروندی روسیه شدند. اکثر مناقدان میگن که روسیه از ناچاری رو به شهروندان کشورهای خارجی آورده است تا که کمبود نیرو در صف ارتشش را در جنگ بی اساس ضد اوکراین جبران کند. به حساب‌های مختلف تا 1 میلیون نفر و اکثرا مردان از جنگ فرار کرده در کشورهای مثل تاجیکستان پناه بردند. از جمله در کوچه‌های دوشنبه حالا مکانی سیروگشت روزها شده است. کوچه‌های دوشنبه سیروگشت میکنند و همکاران ما علیشیر ظریفی و براد یوسفی از شهروندان روسیه نظر آنها را به تاجیکان و تاجیکستان پرسیدند. До приезда в Таджикистан знали о нем практически ничего. تا آمدم به تاجیکستان تقریبا هیچ چیز نمیدونستم. کمی شرم هم کردم که درباره این کشور کم چیزی میدونیم. در واقع خیلی جالب است اینجا. چیزی زیبایی که اینجا هست آدمانش است. آدمان افسانه‌اند. شکست قالب است. آنچه که ما در روسیه عادت کردیم با شما دغل گفتاری میکنند. ما برای ثبت نام کردن رفتیم. اونجا زنهای زیبا نشستند در اداره دولتی کار میکنند. در این خیلی جایها در روسیه با شما دغلی میکنند. اما اینجا آدمانی خیلی حلیم هستند. من نمیدونم چی گویم. То что мы привыкли в России, где вам хамят, грубят даже. Немножко сталкивался с таджиками. با تاجیکان چند بار در بازار روبرو شده بودم. وقتی به من میوه فروخته بودند، تصور من از آنها این بود که آنها آدمانی هستند که آماده اند همیشه با شما گوش دهند، به شما سازش کنند. آن کاری را که برای من کرده بودند خیلی باصفت انجام داده بودند. از این بعد اگر من کارگری را از میان هموطنان خود و تاجیکان انتخاب کردنی شوم، من به تاجیکان میل خواهم داشت.
نه برای آنکه کارها کمی ارزانتر است، بلکه برای آنکه آنها کار را با وجدان اجرا کرده بودند. من دقیق میگویم که برای باز هم پیشرفت تلاش‌های زیادی ضرور است. به فکر من بسیار کارهای دیگر را انجام دادن در کار. در بخش طب، حرکت در راه‌ها، عموما برای پیشرفت در همه بخش‌ها. از نظر اول اینجا آدمان نه چندان ثروتمندانه زندگی میکنند، هرچند در کوچه‌های ماشین‌های گران ارزش خارجی را زیاد می‌بینید. ماشین‌های روسی احیانا به نظر میرسند. شاید ماشین‌های خارجی اینجا ارزان باشد. به نظرم مردم بی‌پول نیستن اینجا. ساکنان محله آوازدار ارباب در ناحیه باباجان غفورов بیش از 5 سال است برای وضع کردن نام یک کوچه آن بحث میکنند. این کوچه مرکزی در دوران شوروی به نام لنین بود و تا حال عوض نشده است. همکارم فرزان محمدی و بحثی که پایان ندارد. لنین، اسماعیل سامانی، امام علی رحمان یا نام چندین خادمان دولتی و جمعیتی از ناحیه باباجان غفورов برای نامگذاری یک کوچه باعث بحث ساکنان شده است. این مسئله زمان سر زده است که سال 2017 پیوندان خادم دولتی و زاده این کوچه تاج‌نسا آسیمووا خواستند برای خدمت‌هایش کوچه لنین را به نامش عوض کنند. ولی این پیشنهاد قبول نگردیده و عائله طبیب نامی برادجان روزیوف عین چنین خواهش را کردند. وقتی که گروهی خودی تشکیل کردیم با رهبری معاون رئیس ناحیه، رئیس جماعت، فرماندهان معاون رئیس جماعت، عائله وزیر آدمی بارینا کشان، هر یک خواجگی به خواجگی در بدر رفته صاف شفاف فکر اندیشه همه خلقی گرفتیم، با امضاشون همشون تصدیق کردیم که همون نتیجه همون در آخر 16 کس طرفدار، 85 کس ضد، 2 کس بی‌طرف. ساکنان میگویند بیش از 60 سال باز این کوچه به نام اساسگذار دولت شوروی ولادیمیر ایلیچ لنین است. حالا در این کوچه 170 حولی موجود است که در آن بیشتر از 200 عائله زندگی میکنند. برخی از آنها میگویند به این نام عادت کردند. ما سال 71 تا 73 هر روز خدمت کردم. بچه‌ها میگفتن نیوجل у вас древний такой название есть. ما وای میکنیم، فخر میکنم که ما کوچه نامش لنین. فکری خودی ما همین که نام علیش کردن چی لازم مو؟ خوشنده کوچه نامش عوض کردن. همه اینجا هزارت زیاد آدم زندگی میکنند. همه شناس نامش عوض کردنش نکردن. کوچه لنین در شفت قصر ارباب جایگیر شده است. در این قصر 30 سال پیش امام علی رحمان به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شد و پس آن تا مسند پیشوای ملت رسید. ساکنان میگویند کوچه آنها در موضع تاریخی جایگیر شده است و باید نام شخصان ارزنده تابلوی حولی های آنها را زیب دهد. از نام از فرزندای فرزانه ملت‌ها قهرمانان تاجیکستان، اسماعیل سامانی، امام علی رحمان، اجلاسی 16 مونده شده. می سه نام حاضر خلق طرفدارش و اینها پسند آمدگی. ولی مسئولان جماعت اونجی میگویند تا حال نفری از ساکنان با پیشنهاد دقیق و یکدلانه به آنها مراجعت نکردند. جایزه امسال صلح نوبل نصیب 3 جانب فعال بلاروسی آلیس بیلیاتسکی، سازمان مموریال روسیه و مرکز آزادی‌های شهروندی اوکراین گردید. قرار کمیته نروژی نوبل امروز 7 اکتبر اعلان شد و در آن آمده است که برنده‌های جایزه صلح نمایندگان جامعه مدنی در کشورهای خود میباشند. و برنامه در همین جا به انجام رسید و خبر و گزارش‌های بیشتر را سامانه آزادی.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید.